سرخط مهمترین خبرها: یک دانشمند تاجیک را در استرالیا به تروریسم متهم کردند. سوال از مردم: اگر امکان صحبت با امام علی رحمان شود از او چی میپرسید؟ و پایان رفتن قرب روبل روسیه در تاجیکستان. سلام بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 16 نوامبر است. عبدالسلام آدینه‌زاده دانشمندی بازداشت شده تاجیک را در استرالیا به 14 جنایت دیگری وابسته به تروریسم گمانبر دانستند، ولی موقع او و وکیل مدافعش دسترس نیست. پژوهشگری پیشینی دانشگاه استرالیای غربی ماه دکبر سال گذشته دستگیر شد و از آن زمان تا کنون نزدیکانش نیز درباره قضیه او صحبت نکردند. خبرگزاری وست استرالیان ماه اکتبر امسال نوشته است اتهام‌های نو را به پرونده آدینه‌زاده 53 ساله علاوه کردند. معلوم نیست که تحقیق با همین پایان یافته است یا نه. پیشتر او بر اساس 4 ماده از جمله ترغیب و تشویق تروریسم در استرالیا متهم میشد. عبدالسلام آدینه‌زاده را ماه دکبر سال گذشته با گمان نشر مطالب افراط‌گرایانه در اینترنت در استرالیا دستگیر کردند. آن زمان نمایندگان پلیس استرالیا گفته بودند که پس از آن که دانشمند تاجیک در اینترنت ویدیوی دعوت به خشونت را گذاشت، تحقیق را درباره او شروع کردند. 3 سال پیش مقامات تاجیکستان نیز عبدالسلام آدینه‌زاده را به دعوت عمومی برای سرنگونی حاکمیت و دعوت به افراط‌گرایی توسط اینترنت متهم کرده بودند. در اول بحث‌های او در شبکه‌های اجتماعی بیشتر اطراف زبان فارسی و هویت تاجیکی بود، اما بعد آنکه تاجیکستان را ترک کرد عقیدتاً تغییر یافت و در صفحه شبکه‌های اجتماعی بحث‌های دینی را برآورد. از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به طور آشکارا پشتیبانی کرده در صحیفه‌اش نوار این گروه تندرو را نیز بازنشر می‌کرد. ایالات متحده آمریکا برای ادامه مبارزه با پاندمی کووید 19 به تاجیکستان علاوه بیش از 2 میلیون وایه واکسن می‌دهد. دفتر مطبوعاتی سفارت آمریکا روز 15 نوامبر خبر داد که از 198900 وایه واکسن فایزر 117000 وایه به تاجیکستان تقدیم شده، باقی مانده این هفته انتقال داده می‌شود. پیش از این آمریکا به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسن مدرن داده بود. انتقال این واکسن ها یک قسم عهدهداری آمریکا برای انتقال واکسن به کشورهای نیازمند می باشد. پیتر ریلی دیرکتور نمایندگی یوساید در تاجیکستان ضمن تقدیم واکسن ها گفته است هیچ کس از کووید 19 امید نیست تا وقتی که همگان امید می شوند. تاجیکستان تا این دم 5 نمود واکسن از جمله استرازنکا، کوروناواک، مدرنا، سپوتنیک و فایزر دریافت کرده است. اکثر این واکسن ها به صورت رایگان به تاجیکستان داده شدند، هرچند کشور برای خرید واکسن از بانک آسیای رشد 25 میلیون دلار کمک رایگان دریافت کرده بود. طبق اطلاع وزارت تندرستی در تاجیکستان 17091 نفر به کرونا ویروس سرایت یافته، 124 نفرشان فوت دیدند، ولی برخی متخصصان و ساکنان به درستی این آمار شبهه کرده تعداد واقعی گرفتار شدگان و فوت دیدگان را از این بیشتر می‌دانند. آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. 5 سال پیش وکیلان پارلمان به روزهای عید کشور قانون را وارد کردند که طبق آن 16 نوامبر در تاجیکستان روز پرزیدنت است. این کار تنقیدهای زیاد را به میان آورد. مقامات گفتند عید روز پرزیدنت خصوصیت ارجگذاری به زحمت‌های همه پرزیدنت‌های تاجیکستان را دارد و مربوط تنها امام علی رحمان نیست، ولی روز پرزیدنت را اکثریت همچون عید پرزیدنت عمل کننده ارزیابی می‌کنند، چون امام علی رحمان عیناً روز 16 نوامبر سال 1992 نخست به حیث رئیس شورای عالی و بعد این همچون پرزیدنت تاجیکستان فعالیتش را شروع کرد و 29 سال اخیر ریاست جمهوری را به عهده دارد. برخی تصویب این عید را یک نمونه دیگر شخص پرستی نامیدند. اگر امکان صحبت با خود رئیس جمهور امام علی رحمان را می داشتند، ساکنان کشور از او چی می پرسیدند؟ این بود سوال خبرنگاران رادیوی آزادی در آستانه روز پرزیدنت. پاسخ ساکنان را همراه می بینیم. 16 نوامبر در تاجیکستان روز پرزیدنت است. اگر شما امکان مراجعه به پرزیدنت می داشتید، از کدام مسئله ها می گفتید؟ چی می گفتید؟ اگر امکانیت نشید این نرخ نورا با چی می گرفتن؟ کنترل می گرفتن. سر اول ما سپاسگزاری خود را به جناب عالی می رسانیم که اینقدر آبادی ها را به ما پیشنهاد نموده است. مثال در کشوری آباد زندگی کرده ایستادیم، باقی همه وقت باشند. Я бы хотела, чтобы он побольше привлекал грамотную молодежь.
بسیار می‌خواستم که کادرهای جوانی لایقتمند و زمانوی به کار جلب کرده شوند که دانند چگونه اقتصاد کشور را رشد دهند، کشورمان را سازند و ترک نکنند و معاش خوب برایشان تأمین باشد که برای زندگی آنها کفایه باشد. نمیدونم رسانده میتونم نمیتونم یا کلینتم میبرن چیکار میکنن نمیتونم باوری ندارم که شکایت های ما به پرزیدنت رسه. برای چی؟ نمیدونم جود وای کنم شکایت کنم کی دگوام نرخ قیمت نبیرومون هست خیلی زندگیمون وای خیلی به هر حالم خدا به شکر اون قدر مشکلم نیو خیلی با کم بغلا رو میبینی دلت میسوزه. باور کنی این گدو را بینوی سقا را بینو هر یک قدم میری کیسه میقپنو سمکت میکشن یوردم تی اینم ایروی انصاف نی خیلی نرخ قیمت خودش با چی مراجعت میکنه؟ ایگو مراجعت نمیکنه تاجران باشد که با چی خوش دارم همین ده من آدمون از زندگانی کند حاضرم نقض من همه من ماشنای بینید رنگ امریکا من همین مقصد محمد جنوب عالی با خیلی با ای بهتر ها شونده اکو بخوای که در تاجیکستان با نقصر شونده با ای نقص شوند عمری دراز سلامتی ایلایم آبادی باشد تاجیکستان بگم رجوع خیلی کدام مسئله نیست همین زندگی خلق قین شده گری شرایط این نرخ نورا بید اما وزین شده گری ولی هم که باید یک ایسوسنا نگاه کنیم با محکمه شهر برق یکی 5 سر میتین و 8 میکشن 8 تو بگه و برق با وای میتین چی میگم بگویی تو ساعتی 10 11 میتین تمام آخه چی پنسه کم شرایط قیین با چی گو؟ کدام شرایط خانم؟ همین زندگی پرابلم همین در خونه پرابلم نیست. چی پرابلم مثلا؟ آخه پرابلم همه کلینو در خونه کار نیست کار نکنه و قیین نیست عذاب آخه نویره ها هر یک چهارتگی پنجتگی نبیرن چیکار کنی؟ بیننده عزیز شما چه سوال دارید می توانید به ما نویسید. عین زمان واردات برق به قرقیزستان قطع شده است. در این باره وزیر انرژی قرقیزستان داسکول بکمیرزویف روز 15 نوامبر خبر داد و گفت در کشورهای همسایه به دلیل کمبود انرژی محدودیت جاری شده است. گفتگوها با کشورهای دیگر از جمله روسیه همانا ادامه دارند. در کشورهای دیگر نیز مشکلی ها جا دارند. عین زمان واردات برق از خارج قطع شده است. ما از نیروگاه‌های خود برق میگیریم. واردی برق از ازبکستان به دلیل مشکلی های فنی قطع شد. از ترکمنستان ما شروع از 1 آگوست برق می گرفتیم اما به دلیل صدمه در خطهای برق انتقال را قطع کرده است گفت وزیر و همزمان گفت طلبات بر نیروی برق در قرقیزستان سال جاری 5 تا 10% افزوده است. سال جاری قرقیزستان به دلیل کم بودن سطح آب در آبانبار توکتوکل به عمیق‌ترین بحران انرژی روبرو است. صادر جبارov پرزیدنت عمل کننده گفت تا سالهای 2024-25 کشورش از بحران انرژی بیرون و به خارج برق صادر می‌کند. با این هدف مقامات قرقیزستان به ساختمان نیروگاه‌های خرد و میانه شروع کردند. گفت وی مقامات قرقیزستان اول ماه اکتبر گفتند از تاجیکستان نیز برق گرفتند ولی مقامات تاجیکستان این خبر را رد کرده بودند. خبر انتقال برق تاجیکستان به قرقیزستان در داخل کشور انتقادهای زیاد را به میان آورده بود. قرب روبل روسی بعد 2 هفته بالاروی دوباره پس شد. حالا بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 155 سومان و 50 درم عوض می‌کنند. در آخر ماه اکتبر 1000 روبل روسی به 160 سومان برابر بود. موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتر عائله‌ها در تاجیکستان مهم است. نزدیکانشان از روسیه روبل می‌فرستند و بانک‌های تاجیکستان به آنها بازسامانی می‌دهند. نزدیکان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل خوشحالی داشتند ولی ظاهراً این خرسندی در دوام نکرد. قرب روبل روسی در حال پس شد که ارزش دلار رو به بالا است. بانک‌های تاجیکستان حالا 100 دلار را به 1129 سومان و 80 درم عوض می‌کنند.
بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بخازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 نوامبر را فرا میگیرد. 16 ноябри соли 1992 дар Хуҷанд сессияи 16 шӯрои олӣ ба кор шурӯъ кард, ки то 2 декабр давом кард ва ба хотири қарорҳои қабул кардааш таърихӣ ном гирифт. ҷаласае бо ширкати намояндагони гурӯҳҳои даргири сиёсии Тоҷикистон дар оғози ҷанги шаҳрвандӣ Эмомалӣ Раҳмоновро раиси шӯрои олӣ интихоб кард, ки баъди ин роҳро ба раёсатҷумҳурии ӯ ҳамвор намуд, вале ин ҷаласа натавонист пеши роҳи ҷанги 5-солаи шаҳрвандиро бигирад. парлумони Тоҷикистон 16 ноябри соли 2016 имзои аҳдномаи пеш аз никоҳи арӯсу домодро ҳатмӣ кард. дар шарҳи ин талаботи қонун, ки қаблан бештар дар Аврупо роиҷ буд, ба зарурати ҳимояти ҳаққу моликияти ҳамсарон дар сурати талоқ ба хусус занон таъкид шуд. баҳси сари тақсими моликият баъди ту яке аз мушкилоти сахти хонаводаҳо дар солҳои охир шудааст. 16 ноябри соли 1993 дар авҷи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон дар 56-солагӣ дили чеҳраи саршиноси фарҳангӣ ва овозхони мардумии тоҷик Одина Ҳошим аз тапидан монд. Одинаи Ҳошим аз иҷрокунандаҳои бо маҳорати сабки роғӣ ва фалак дар садаи 20 буд. дар 30 соле ки рӯи саҳна буд, наздики 500 тарона иҷро кардааст, ки бар матни шоирони классикуи форсу тоҷик эҷод шудааст. بیننده عزیز آزادی تشکر که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید. اگر خبر یا نظری دارید حتما به ما نویسید. خدا نگهدار.